شدم حلقه به گوشه در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. سلام. خوش آمدید به غمنامه حافظ. این غم دیگران خوردن و غم خود را فرو بردن را نظاره کنید تا شاید لحظه ای خویش را فراموش کرده و به خدا نزدیک شوید. درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس. گشته‌ام در جهان و آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس. سلام علیکم بیبی خاتون. علیک سلام بیبی رقیه، خوش آمدی. چه شده جانم؟ این چه حال روزیست؟ بنشینید. چه بگویم برایتان؟ به گمانم باز از دست شویت دلگیری که بیاندیشه نان است. کاش که دردم همین بود. بلا به دور باشد. چه شده بیبی جان؟ شیرینم. شیرین چه شده؟ دایی یکی را فرستاده، شیرین را از ما خواستگاری کرده. دایی؟ بله دایی، همان بازی از خدا بی خبر. حال چه باید کرد؟ بیبی خاتون جانم برایتان بگوید، شیرین یوسف پسر خالش را دوست داره. چقدر خوب. اما یوسف یتیم است و بیپول، پدرش راضی نمی شود شیرین را به یوسف بده. دستم به دامنتان بخواهم. از شما میخواهم از خواجه حافظ بخواهید دعا کنند یا شیرین از عشق یوسف دل بکند، یا اینکه پدرش راضی شود شیرین را به یوسف بدهید. بلند شوید بیبی رقیه، بلند شوید، بنشینید. به خواجه حافظ خواهم گفت تا دعایی بکند تا آنچه خیر و صلاح شیرین است همان شود. الهی آمین. خدا خیرتان بدهد. قصه نخوری چون درست می شود. همه چیز درست می شود. بیبی خاتون، بیبی خاتون، دعا نکن، نذار عشق یوسف از من بگیرد. دعا کن من بمیرم و این نشوم. کف نگو شیرین جان، به خدا پناه ببر. بلند شو، بلند شو دخترکم، گریه نکن، درست می شود. به مادرت گفتم به خواجه حافظ خواهم گفت تا برایت دعا کند تا آنچه که خیر و صلاحت هست و دوست داری اتفاق بیفتد. سپاسگزارم بانو. این وقت است. به گمانم خواجه حافظ آمد. این وقت است. اگر اجازه بفرمایید ما برویم. به امان خدا. به سلامت. سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدا برویم نگهدار. دخترم. برویم. یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت. سلام علیکم آقا، خوش آمدید.
باز که به بیابانها رفته و خودتان را خسته و خاکی کردید. بگذارید تا جرعه آب برایتان بیاورم تا خستگی راه از تنتان به در شود. غزلی ساختم مامی. باز اسم من را اشتباهی گفته اید. خیالتان هیچگاه پیش خاتون نیست. یا پیش گل و سنبل است یا پیش شیرین. ما گلعذارش هم نیستیم. گلزار که بد نیست مامی. غزلی ساختم بخوانم. نان نداریم بخوریم، غزل رو کجای دلمان بگذاریم؟ گوش کن ببین دلم چه هوس کرده است. باز دلتان هوس چه کرده؟ کنار آب بیدو طبع شعر و یاری خوش. به به. با شعر دلبری شیرین و ساقی گلعذار. شیرین؟ این دختر همسایه شیرین پاک دل شما را برده. لازم نیست که با شعر بگویید. شتر سواری که دلا دلا نمی شود. هر آن کس را که بر خاطر ز عشق دلبری یاری است، سپندی گو در آتش نه که دارد کاروباری خوش. که عاشق شد. درست فهمید. من عاشق شیرینم. عاشق شیرین؟ گوش کن، عروس تب را زیور ز فکر بکر میبندم. بود که از دست ایامم به دست افتد نگاهی خوش. خدایا، من که نماز و روزم ترک نمی شود. این چه مصیبتی است که گریبان مرا گرفته. جلوی مردم چگونه سر بلند کنم؟ میدانید شیرین چند سال از شما کوچکتر است؟ چرا میخواهید دختر کاکا اسماعیل را رسوا کنید؟ بگذارید آب پاکی را روی دستانتان بریزم. شیرین عاشق پسرخاله‌اش یوسف است. لطف عشقم در سوختن و مردن است. بارالله، نکند واقعا مجنون و شیدا شده باشد. چرا به من گوش نمیدهد؟ حواستان کجاست؟ مقصود شما همیشه آثار من بوده است. جواب من میخواهی چه کار؟ شما کار خودت را انجام بده، من هم کار خودم را. من میگویم، اما شما همش شعر میبافید و خیال بافی میکنید. دایی پیکی را فرستاده و شیرین را خواستگاری کرده. خب چرا نمیدنش به یوسف؟ تو هم کمک کن. بله، اصلا همه باید کمک کنن تا دو تا عاشق به هم برسن. از شما عاشق شیرین نیستی؟ من عاشق دختری نیستم. خیالتان راحت شد؟ حالا دیگر چه؟ برای آزار من بهانه دیگری داری؟ نه. چرا دیشب رو به مهتاب شعر میخواندید و نگاهتان به پشت بام کاکا اسماعیل بود؟ شیرین هم آنجا بود. من خودم با همین دوتا چشمان خودم دیدم. با همون چشمان خودت دیدی؟ آری. چشمان من به پشت بام کاکا اسماعیل بود؟ آری. خدایا چشم غرض چه چیزهایی که نمیبینم، چه اشتباهایی که نمیکنم. چشم من به پشت بام کاکا اسماعیل نبود. چشم من بالاتر از پشت بام میرود، به آن بالاها. کجا؟ به جایی که حتی خیال هم بهش نمیرسه. به جایی که حتی خیال هم به آنجا نمیرسه. من که نمیفهمم شما چرا. اگر عاشق شیرین نیستید، پس عاشق چه کسی هستید؟ به قول آن شیخ بزرگ، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. عاشقم، عاشق نیکی، عاشق وفا، عاشق عشق و صفا. آبمان به نانمان نمیرسد. نه لباسی داریم، نه چیز. هر چیزی هم که به شما میگویم یا شعر میبافید یا کتاب میخوانید. امشب را که نان داری، آری. خدا را شکر. روزی فردا را هم خداوند معلوم کرده است. آزار دادن من اهمیتی ندارد، اما شما بی خود و بی جهت خودت را رنج میدهید.
دیشب به خانه دیشب به خانه حاج یعقوب رفتم برای گرفتن آش نسرین. کاش بودید و میدیدید چه خانه، چه زندگی. اتاقهایشان پر از خالی، آب از سر حوضشان می‌ریخت، حیاطشان پر از گل ری. میخواستی چند تا گل هم برای من بیاوری؟ میگویم نان نداریم بخوریم، شما میگویید کاش چند تا گل برای شما میآوردم. گل چه دردی را دوا خیلی دردها را دوا میکند مام. لابد جای نان امشب گل میخوردیم. آخر من میگویم چرا باید حاج یعقوب آنگونه باشد و ما اینگونه؟ صبر کن ببینم چه کسی به تو گفته است که حاجی یعقوب از ما خوشبخت‌تر است؟ شما فکر میکنید که خوشبختی به باغ و فرش و ملک و دارایی است؟ نه، خوشبختی دل ماست. باور کن اگر دلت از حرص و حسد و کینه و مال دنیا خالی شد، آن وقت خوشبختی. آره. انشالله که حاج یعقوبم خوشبخت باشه. الهی آمین. اما منم از خداوند شکوه‌ای ندارم. خیلی خوشبختم، خیلی خوشم. چه کنم که تو خبر نداری؟ ای کاش میتوانستم تو را هم با خودم خوشبخت کنم. من با شما خوشبختم آقا. فقط میگویم خدا به شما دست داده، پا داده، توان داده تا با آن کار کنید و پول در بیاورید. چه کاری انجام دهم که شما راضی باشید؟ از حضرت عطار که کمتر نیستیم. هم عطاری میکرد هم شعر میبافت. میدانم اگر یک قصیده برای صاحب بسازم شاید کفاف چند وقتمان را بدهم. آری. اما حقیقت این است که از گرسنگی مردن برایم آسان‌تر از مدیحه ساختن است. نه نان میخواهم نه مدیحه میسرایم. حالا دیگر برخیز، از این همه گفتگو چه فایده؟ فایده را من میبرم که صبر و حوصله پیدا میکنم. اما به خدا دلم برای تو میسوزد که اینقدر خودت را رنج میدهی. گفتم غم تو دارم، گفتم غمت سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتم اگر برآید، گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیا. گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. گفتم غم تو دارم، گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید، گفتا به ماه من شو، گفتا به ماه من شو، گفتا اگر برآید. سلام علیکم دخترم. تو چه هستی؟ از کجا آمدی؟ من شیرین هستم، دختر کاکا اسماعیل همسایه. خب بگو دخترم، از دست من چه کمکی برمی آید؟ لطفا دعا نکن. دعا نکنم؟ آخر برای چه دعا نکنم دخترم؟ من نمیخواهم عشق یوسف از سرم بیفتد. پس شما همان شیرینی هستید که مادرت خواسته من دعا کنم تا عشق یوسف را فراموش کنی. محض رضای خدا این کار را نکن. چرا این کار را نکنم دخترم؟ مگر از عشق یوسف نمی سوزی؟ چرا؟
حال خوشی. خب بگو ببینم دخترم، آیا یوسف هم مثل تو میسوزد؟ الهی که هر چه درد و رنج است نصیب من بشود. آری میسوزد. خب عاقبت چه؟ تو که باید زن دایی شدی. من زن دایی میشوم، اما این نعش من است که به خدای او خواهد رفت. آخر دخترم، دایی را با آن همه دبدبه و کبکبه و قاضی شهر و چرا نمیخوایی؟ یوسف که هیچی ندارد. خدایا، پس من دردم را پیش که ببرم که حرف دلم را بفهمد؟ به از این ابر بهار با صفاتر از این نمیشود. هیچ بهشتی در دو دنیا با صفاتر از سوختن دل عاشق نمیشود. گریه کن، بنال و عاشقی کن. پس شما درد من رو میفهمی؟ درد تو را خوب بیشناسم، الهی که نصیب همگان شود. اما میترسم دعا کنید تا من عشق یوسف را فراموش کنم. نترس دخترم، من همین امشب به وقت سحر به درگاه پروردگار دعا میکنم که تو را به یوسف برسانه. تو عاشقی کن، او خودش همه کارها را درست میکنه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. شما گفتید عاشق با وفا به معشوق میرسه. دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد. زهر در میدهم پندش ولی کن بر نمیگیرد. احسنت، اما مهرویان من خوبان و نیکانند، ولی کن تو یک محبوب بیشتر نداری. بس تو بخوان دلم جز مهر آن محروب طریقی بر نمیگیرد. زهر در میدهم پندش ولی کن در نمیگیرد. از خوشحالی میخواهم فریاد بکشم، اما میترسم بیبی خودتون بیاد و نه ترس دخترم. خب بگو بدانم، همین یک شعر را بلدی؟ باز هم میدانم. خدا را ای نصیحت گو، حدیث از مطرب و می گو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد. احسنت دختر، اما تو بخوان خدایا ای نصیحت گو، حدیث از عشق یوسف گو، که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمیگیرد. پس حالا که این شعر را خواندید به کس دیگری نگویید. نمیخواهم کسی نام یوسف من را ببرد. خیالت راحت دخترم، یوسف مال توست، تو نیز مال یوسفی. هیچ کس در دو دنیا نمیتواند عاشق و محبوب را از هم دیگر جدا کنه. ای به فدای شما که این گونه با من حرف میزنید. نمیدانید همه میگفتند اگر بگویی یوسف را دوست دارم پدرم گیسهایم را میبرد. چطور شما اینقدر خوبید؟ چرا دیگران مانند شما نیستند؟ کاش پدرم مانند شما بود. کاش همه پدرها مانند شما بودند. انشالله که حال پدرش بانا محرم. یا الله یا الله، خیلی خوش آمدید کاکا اسماعیل. بفرمایید بنشینید. خیلی خوش آمدی کاکا اسماعیل. مرد که آنقدر تنگ حوصله نمی شود. کاکا اسماعیل، چرا شیرین را به یوسف نمی دهی؟ برای چی به یوسف بدهم؟ پسر یتیم است، چیزی نداره.
منم که چیزی ندارم به او بدم. آخر زندگی خرج دارد. آخر مرد، مگه تو تا به حال عاشق نشدی؟ عاشق؟ زلیخا گفتی و کردی کبابم. بله که عاشق شدم. 18 سالم بود که عاشق محروم دختر داروغه شدم. ما با هم همسایه و هم بازی بودیم. یک وقت دیدم که پدرم خونه زندگی رو فروخت و عزم کرمان کرد. اما من وسط راه گریختم و به شیراز برگشتم. اون وقتا من 18 سال داشتم. وقتی پدرم مرد و مادرم به دنبال من به شیراز آمد، تازه فهمیدم که چرا پدرم جلای وطن کرده بود. چون میدانست داروغه دخترش رو به من نمیدهد. او رفت تا عشق محرو از سر من بیفت. فکر میکرد که من هم مثل مجنون سر به بیابان ها میگذارم. وقتی برگشتم محرو عروسی کرد. یک روز رفتم که داماد و با دشته بکشم. اما ریختن سرم رو گرفتن. جایی زخم از اون روز هست. داروغه گرفت و حبسم کرد. 1 ماه بیشتر طول نکشید که محروی نازنینم مرد. مادرم به داروغه گفته بود اگر مرا رها نکنی آن یکی اولاد دیگرت هم خواهد مرد. داروغه هم از ترس مرا رها کرد. برای همینه که از اون سال تا به حال هنوز 1 بار هم نشده که بر سر قبر محروم نیام و زاری نکنم و فاتحه نخونم. آخر کاکا اسماعیل، شما که دلی به این نرمی دارید، خب چرا شیرین را به یوسف نمیدهید؟ مگر نمیدانی او هم از تو به ارث مرده است. تو که درد و رنج عشق رو کشیدی، از درد و رنج عشق دخترت هم خبر داری. آخر اون ندار است. من هم که چیزی ندارم به او بدم. روزی را خدا میرسوند مرد. 1 لقمه کمتر یا بیشتر در دنیا کسی را نه بدبخت نه خوشبخت میکنه. باور کن خوشبختی به این است که 2 نفر عاشقانه همدیگر را دوست داشته باشند. خدا نمیدانم رنجی که من از عاشقی کشیدم چه کسی برده. اما چه کنم که دایی فرستاده خواستگاری شیرین. اما من به او گفتم من دختر به کسی که هر روز 1 سن میگیرد نمیدهم. او هم فرستاد مرا بردن حبس. بعد هم مرا برد پیش خودش و گفت اگر شیرین را به کسی بدهی پاهایت را زیر چوب میاندازم. هر کی شیرین را بگیرد از حبس من زنده بیرون نخواهد آمد. اما به من وعده داد وقتی شیرین را گرفت مرا داروغه کند. آیا تو حاضری داروغه شوی اما دخترت را با دستان خودت به زندان بیاندازی؟ حاضری بر تخت شاهی بنشینی اما بدانی دخترت از همان درد و رنجی که داشتی میسوزد؟ چه کنم؟ از دست دایی کجا فرار کنم؟ میترسم جانم را زیر چوبش بگیرد، بچه هایم را یتیم کنند و بروند گدایی. قصیده را خواهم ساخت، قصیده را میسازم. جناب کاکا اسماعیل، شما چند روزی به من مهلت بده. هرچه بلا در این کار هست بنده همه را به جان میخرم. خدا به شما امان بده. بر دل زخم من مرهمی گذاشتید. به چشم. خدا نگهدارتون. خوش آمدی کاکا اسماعیل. از صدای سخن عشق ندیدم خوشبخت، یادگاری که در این گنبد دوار بمان. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
گرچه نه در خور همن، این همه نقش میزنم در جهت رضای تو. حضرت حافظ اگر مدیحه ساخته فقط به خاطر عشق به پروردگار بوده که همان دستگیری آفریدگان خداست. سخن درمانی این است: هیچ باغبانی این همه عطر گل به باغ جهان نیاورده، اما بدگویان او را راحت نمی‌گذاشتند. خود گوید در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. بردن ارباب بی مروت دنیا تا چند نشینی که خواجه کیزه در آید. مزاح خوبی بود. در شهر چه خبر است؟ از ما چه میگویند؟ قربان، شهرت نعمت خان خواجه سراسر اقلیم را فرا گرفته و گدایان هر روز و هر شب از خوان بیکران میبرند و میخورند و به دوام دولت خواجه دعا میکنند. صحیح است قربان، همه دعا. بله قربان، همه دعا میکنند و از خداوند برای ولی نعمت معظم و خاندان عظما طول عمر میخواهند. بنده که حاضرم از عمر خود تقدیم کردم. خب دلیل الشعرا، تو چه خبر داری؟ قربان، بلبل بر شاخه گل شعر خواجه صاحب میخواند. دیگر چه ارز کنم؟ از اوصاف فضل و دانش این آستان، از روم و بغداد و بلخ و سین، یعنی همه جهان را پر از شور نغمه کرده قربان. شعرهای من؟ بله قربان، اشعار خداوندگاری که هر یک دری است از بحر معنا، گوهری است از کمین رستگاری. کلاگوشه بنده با آفتاب رسید که دست شیره صاحب مرا به سر مالید قربان. خودت تنها این شعرها رو ساختی؟ نه قربان، شاعر ماهر خیلی پیدا شدن. میگوید شاعر ماهر زیاد پیدا شده. بله، اما گندیشک و شاهین را نمیتوان با یکدیگر همسنگ کرد. قربان، هارون بک حاکم داراب است. نه، میگوید شاعر ماهر زیاد پیدا شده. آفرین آفرین. شاعری را قدما بر خود خلق کردن. قربان، هارون بک حاکم داراب است. او همان است که مردم از دستش به ستوه آمدن؟ خیر قربان، ایشان همان است که آن اسب عربی ابیه است که شبدیز نام فرمودید را تقدیم کردن. او همان است که شبگیز را تقدیم. بله قربان. بیک حاکم داراب، با خدای خودم عهد بستم به زیر دستانم ظلم نکنم، به بیت المال خیانت نکنم. خلاف برزتان رسوندم، این حرفا را مغرضین و مفسدین و از خدا بیخبران برای بنده درست کردند. شما بنده را احضار کردی درباره من تحقیق کنید. بنده الان در خدمت شما هستم، تحقیق کنید. حاکمان قبل از بنده چه گلی زدن به سر مردم؟ بیت المال گارک کردن، خزانه را ویسیدن، مردم به خاک سیه نشوندن. هنوزم دست بردار نیستن. یه عده خدا نشناس در شهر اجیر کردن، بر علیه من شعار میدن و رجز میخوانن. قربان، طلایی که پاک است چه منتش به خاک است. همینجا میمانی که آب فرستم داراب از تو امانت تحقیق کنند. قربان، هارون بک برای همین آمده که در کارش تحقیق شود. در ضمن هدایای فراوانی هم برای تقدیم آورده. من جمله چند عدد مرواریت هست که تازه در بحرین صید شده و واقعا در گنجینه سلاطین نظیر ندارد. و اما تحقیق در امور کار واجب و صحیحی است. یا حضرت صاحب چه کسی را مأمور تحقیق بفرماید؟ قربان، امتیاز این معدلت گستر و بنده نواز با سایران امر همین است که هیچ شکایتی رو ولو از مردم اخفا شده بلا تحقیق نمیگذارد. بیاورند
ولی من دست از عدالت بر نمیدارم. همینطور است که میفرمایید. هارون بک مرمایتان را بیاور. حال شد سعید. صبحکم الله بالخیر، مؤید و منصور باشید ان شاء الله. صبحکم الله بالخیر. حال جناب دایی چطور است؟ به حول قوه الهی در قید حیاتم و دعاگو. کیسه را مخفی مکن جناب مصطفی، بفرمایید کیسه را مخفی نکند. کیسه با دایی آشناست. کیسه را قبلا نزد دایی آورد، صیغه خواندم و بر مقدومی خواجه صاحب یار حلال کرد. به قسمی که الان این در شاهوار از شیر مادر برایش حلال تر است. هارون بی کیسه مرباری را بیرون بیاور، تقدیم کن. مال حلال باید نزد صاحبش باشد. نه از او راضی نیستم. خیلی ظلم کرده. خانه مردم از دستش خراب شده. خیلی شاکی دارد. بلا تشبیه خدا هم خیلی شاکی دارد. نعوذ بالله. نه مروالیدها را بیرون نیاور. هنوز نمیتوانم خودم را راضی کنم. دلم از این دست این تقدیمی چرکین است. تو خیلی بیداد کردی. دلم میخواهد بدمد با تو همان کنم تا با رویا کردی. مصطفی بگو ببینم با این ظالم چه باید کرد. قربانت. هارون بیگ کیسه مروارید را سربسته بده به مصطفی تا در موقع شایسته از نظر محترم بگذرانم. حضرت صاحب عیار، غرض دایی از طرفیابی این مختصر حطام دنیوی نبود. خاطر عالی شریفتر از آن است که به حرف چند نفر مغرض گمراه شده مشغول باشد. امر مهمی در پیش است که باید خاطر همبر را بخواند. دین به خطر افتاده. نه مال هارون به وا مصیبتا وا مصیبتا وا بالله وا بالله. وقتی که دین و آیین دچار وهم و شکست شد، کفر سلاسل موج را فرا میگیرد، قحطی و وبا میآید، مردم یکدیگر را پاره میکنند و میخورند. بگویید چه اتفاقی افتاده با وجود ما؟ جناب دلیلش تو را که خداوندگاری در رأس سخنگویان و شعرا قرار داده، چرا تا به حال به عرض نرسندی؟ چرا خودت قلم این ملحدین را نمیشکنی؟ چرا با مشتهانشان را خورد نمی کنی؟ آخه جناب قاضی، بنده که فضول باشی نیستم. مؤمن و کافر همه بنده های خدا هستند. همه چیز را که نمی شود به عرض رسانید. بله حتما به عرض نرساندم. به عرض نرساندم که شخصی مرتد و جوکی و بیسواد و نادان از رتب یابس چیزهایی میبافد و به خیال خود شعر میگوید. اسم خودش را هم گذاشته حافظ. مردم ابله هم از نفهمی محولات را میخوانند، از بر میکنند و نعوذ بالله با تار و تنبور هم مینوازند. چرا اشعارش به گوشم خورده؟ خیلی خوب شعر میگوید. قربان رعیت پروری میفرمایید. کاتب نوشته آورده میگوید سراسر کفر و الحاده. بیا بگیر و بخوان. من که نمیخوانم، مجلس حرمت دارد. او چه کفری گفته؟ بگویید بدانیم. نوشته است اینجا بیا که ترک فلوک خان روزه غارت کرد. خان کیه؟ بنده که همچین کسی را نمیشناسم. روزه غارت کرد یعنی که مگر روزه را هم میشود به غارت بود؟ که مهر شعر نیست. باقیش را بخوان. مقصود ملحد این است که در ایام روزه به غارت دین مشغول بوده. حواست را جمع کن. ترک فلک خان روزه را غارت کرد. درست بخوان. هلال عید به دور قدع اشارت کرد. بنده که نمیفهمم. من میفهمم. مصرح پرد الهاد آقا. بخوان. به 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 به. پس بیایید این شعر را گوش بدهید قربان، تا از کفر این ملحد بیشتر آگاه شوید. ثواب روزه حج قبول اون کس بود که خاک میکده اش را زیارت کرد قربان. لا اله الا الله استغفر الله. دلیل بخوان. بخوان ددی بخوان.
باقی شعر را بخوان. بهای باده چیز جوهر عقل بیا، کسی سود کرد کین تجارت کرد. معلوم می شود این ملحد شرابخور به عقل هم اعتقاد ندارد. البته وقتی خداوند میخواهد کسی را بسوزاند اول عقلش رو ضایع میکند. بخوان. دلیل باقی شعر را بخوان. مگر نشنیدی؟ مقام اصلی ما گویا دلت چوب میخواهد. بخوان، درست بخوان. مقام اصلی ما گوشه خرابات است. خدایش خیر دهاده اون چین امارات کرد. چه میفرمایی؟ وا مصیبت ها، وا مصیبت ها. بخوان. باقی شعر را بخوان. نماز در خم اون ابروان مهرابی کسی کند که به خون جگر تارت کرد. بنده چه عرض کنم، خودتان میدانید. من میفهمم. مصرف پر از الحاد آقا. جناب صاحب محض رضای خدا همین الان بفرستید این مرتد رو بکشند و بیارم. ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. گویا حقی از او ضایع شده، آمده داد خود بستاند. بگویید برود آقا. بگویید بیاید. حضرت حق میفرماید هر کس از درآید نانش دهید و از ایمانش نپرسید. شاعر بیاید. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنید. ایشان چیست؟ چه میگوید؟ چه هستی؟ چه میخواهی؟ قصیده‌ای برای جناب صاحب ساخته بودم. خیر، مرخص میشه. خیر، بیس و بخوان. خیر قربان. غلط می کند کسی جز بنده و خاقانی قصیده بسازد. مجلس حضرت خواجه جای یاوی سرایی نیست. بخوان و از استاد کسب فیض کن. گرچه از شاعر جماعت چشمم آب نمیخورد، البته غیر از دلیل و شعرا که از مؤمنین و خداپرستان است. جناب دایی بگذارید بخواند. همانطور که ایشان فرمودند بنده شعر آماده‌ای که لایق باشد ندارم. حق داری. مگر نشنیدی؟ اجازه دهید برم. اگر میدانستم که سخنم اسباب سعادت و ناراحتی می شود هرگز نمی ساختم و به اینجا نمی آمدم. نفرمایید. مخصوصاً بخوانید. بگمانم شما خود شعر می سازی یا وقت شعر خوب می خوانی. بخوان و از استاد کسب فیض کن. بخوان. مگر نشنیدی؟ میفرمایم بخوان. اولین وظیفه ما در این آستان فرمانبرداری است. اگر هنوز را نمیدانی پس چطور قصیده ساختی؟ البته حق داری. بخوان تا غلط‌هایت را بگیرم. ساکت. بخوان و از استاد کسب فیض کن. ز دلبری نتوان لاف زد با آسانی، هزار نکته در این کار است. پادامی. قربان مطلع در این ساعت مقدس به کلی بیجاست. البته حق داری. جایی که با حافظ این گونه رفتار کنند بایدم بترسی شعر بخوانی. البته من میدانم که باید شعر بخواند. بخوان. هزار سلطنت دلبری بدان نرسد که در دلی به هنر خیش را بگنجد. آفرین آفرین آفرین. چه گردها که برنگی خیزه هستی من، مواد خسته سمندت که تیز میرانی. بیار بادی رنگی که یک حکایت فاش بگویم و بکنم رخنه در مسلمانی. آفرین. چه گفتی مأمون؟ بگذارید. جناب دایی اما بفهمید. جناب دایی مقصود شما نیستید. صحبت از آن کسانی است که شما خودتان تکفیرشان کرد. خیر قربان. ساکت شو. اگر اینطور است بماند. به خاک پای سبوی کشان که تا من مست به کوی میکده استادم به دربانی. قربان میخواد از حضرت صاحب به سلطان شکایت کنه. خیر اینطور نیست. وزیر شاه نشان خواجه زمین و زمان که خرم است به او حال انسی و جانی. تراز دولت باقی تو را همی زیبد که همتت نبرد
نام عالم فانی. احسن. مشکلی دارم، ز دانشمند مجلس باز پرس. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ چه گفتی؟ بگذاریم من اون جناب دایی، جناب دایی، تمام بفرمایید. شنیدم که ز من یاد میکنید گهگاه، ولی به مجلس خاص خودت نمیخوام. طلب نمیکنی از من سخن، جفایی است. وگرنه با تو چه بحث است در سخنرانی. بگذارید این لعنت رو ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطایف حکمی با نکات قرآنی. تو همون قرآن زبر بخوانم با 14 روایت. حافظ توی خون تنه. سرها بریده بینید بی جرم و بی جنایت. بگذارید این لعنت رو به جناب دایی بفرمایید در باغ استراحت کنید تا من به شما بگویم چه باید کرد. یعنی میفرمایید من از حد زدن این کافر بیدین چشم بپوشم؟ محال آقا، همین سهلنگاری شما که ملحدین رو بیمار کرده. بگذارید جناب دایی بفرمایید در باغ. دایی برویم، اینجا جای ما نیست. جای ما نیست، بفرمایید. دیگر جای ما نیست. گوش کن، تو دیگر حاکم دارا میمانی، اما امشب یادت نرود هدیه را بیاور. بریم. اگر او را به سزای اعمالش رساندید که هیچ، وگرنه خودم حکم قتل او را صادر میکنم و من به عنوان داعی شهر فتوا میدهم که حتی جنازه این زندیق نباید در قبرستان مسلمین دفن شود. جناب دایی بفرمایید استراحت کنید، برایش پالوده و ابشره بیاورید. مرواریت ها رو بدهید. قربان، دور و جواهرات به چه درد این بیچاره میخورد؟ آن را از دستش میگیرند. پس 1000 دینارش بدهید تا بدانیم چه بود. قربان، من بیچاره دلیل شعرا باشم مثل آب روان شعر بگویم، اون وقت 1000 دینار به یک همچین آدم بی سواد و بی دین که عراجیب میبافد معلومت بفرمایید. قربان، این مرد لابه عالی است، فقیر است، احتمالا آن را هدر میدهد. اجالتا 100 دینارش بدهید، قطعها ممکن است باز بیاید و بگیرد. بسیار خوب. جناب حافظ، این پولها را خرج کردی، بیایید پیش ما. بپایید از دستتان نگیرند. مصطفی بروید. چند داغدار باشید؟ 50 دینار بدهید به این شاعر. این مردی که یه نادان تو را چه به شعر گفتن؟ اگر یک دفعه دیگر پایت را اینجا گذاشتی میدم دایی تیکه پارت کند. فهمیدی؟ هر کی برا خودش شاعر میشود. یا جناب آقا، 50 دینار مالی برای من چه میماند؟ نصفش را هم تو بخوریم که ازا ندارد. برای حافظ چه میماند؟ به حافظ چه بدهی؟ حافظ روزیش را خدا میدهد. سکن بیا. خدایی هم در کار است. بیا جناب حافظ، این پول ها متعلق به شما. بگیر و برو که خوب در رفتی. خوش آمد. یاریه. خدا به شما عمر دهد. این 10 دینار که مال من است به شما 2 نفر میبخشم. بین خودتان تقسیم کنید. نکن بیا. نه بابا، حیا هم خوب چیزی است. نه جناب حافظ، این پول ها متعلق به شماست. آخر شما هم زحمت کشیدی، شعر درست کردی. باور کنید که از جان دل میبخشم. این دنیا همه مال من است. از اینجا که میروم به یک نظر سیل آفتاب را طلای مذاب میبینم. تمام کوه‌ها، دشت‌ها و درخت‌ها همه مال من است. ای کاش بیشتر داشتم و به شما نیز میدادم. خدا نگهدارتان. خدا نگهدار، به سلامت.
بابا این طرف حالش خرابه، خدای عقلی به این بده و یه پولی هم به ما رد کن بیا. حضرت حافظ در سال 726 هجری قمری در شیراز به دنیا آمد. او مدرس قرآن بود. بیانی لطیف، چهره‌ای نورانی و بسیار خوش برخورد بود. بالاترین مژده زمانی به الهامش آمد که خواب دید و به کمال رسید. سحرم آن دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که آن کهنه براتم دادند. دلم آخ دلم، دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت. وقت بربندم و ملک سلیمان بروم. خدایا مرا چه به مجلس وزیر، مرا چه به قصیده ساختم. پروردگارا خوب تنبیه‌ام کردی. چه حال خوبی دارم پروردگار، چه غم شیرینی دارم. پروردگارا در مخلوق تو را میبینم، در کوه تو را میبینم، در دشت تو را میبینم. از دو جهان به غیر از پروردگار، من ملک بودم و فردوس برین جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه توبی و دلجویی و حور لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یادم. چه نوایی میاد، انگار در افلاک دل مرا با این نوا خوب کردند. کاکو تو اینجا چی میکنی؟ اگر اونا ما رو ببینن میروند و نکنه اومدی وقتشون رو ببندی. خدا نکند. پس برای چه اینجا آمدی؟ آمدم در این آسمان خدا را ببینم. آمدم این نوای افلاک را که از ری تو بیرون می آید با ناله های دل خودم جفت کنم. این کاکو منم هر روز میام اینجا تا جوونی های خودم رو تو صورت این دوتا دختر و پسر ببینم. آخه منم یه روزی جوون بودم، نگارم و دوست داشتم. وقتی که از دستش دادم چوپون شدم و هر روز میام تو این بیابون ها و واسه نگارم نی میزنم. اما چه فایده؟
وقتی یاد اون موقع ها میفتم قصه میخورم. اما اگر بتوانی به عشق آن دو جوان عاشق شوی، خواهی دید که هیچ غمی شیرین تر از این نمی شود. من که از حرفا چیزی سر در نمیارم. کم با کم شد، بگذار کمی نی بزن. نی بزن، نی بزن که هیچ زبانی خوشتر از زبان عشق نمی نالد و نمی سوزاند. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد. نی بزن، نی بزن. کاکا بلند شو برویم. دارن میان، اگر ما رو ببینن میروند. بلند شو بیا. اما پنهان شدن و گوش کردن کار خوبی نیست. محض رضای خدا بیا، دارن میان، بیا. باید پنهان شویم. گشتم در جهان آخر کار، دلبری برگزیدم که مبرد، آنچنان در هوای خاک درش میرود آب دیدم که مبرد. خدایا آدم نادار دل ندارد، لااقل دردی میدادی که گفتنی باشد، نه دردی که گفتنش رسوایی بیاورد، نه گفتنش جنون و شیدایی. یوسف آمدی؟ کجا بودی؟ هلاک شدم. نمیدانی بیبی خاتون لب تنور نان میپخت، چشمش را دور دیدم رفتم اتاق خواجه حافظ، کتابهایش را بوسیدم، روی چشمانم گذاشتم، دعایش کردم. او به تو گفت یوسف را دوست بدار؟ خدا عمرش بدهد. هر که به من میرسید کاردی به این دل زخم میزد. او به این دل زخمهایم مرهم گذاشت. کاش من هم میدیدمش، به زمین میافتادم و خاک پایش را میبوسیدم. دیگر چه گفت؟ خواجه حافظ گفت ما برای هم هستیم، دیگر چرا قصه بخوری؟ من میشوم همسر تو، همدم تو، مونس تو. قصه نخوری یوسف جان. تا کی باید صبر؟ زخم پای مامانم رو بریده. الهی بمیرم، چه شده؟ نپرس. بگو مرا از قصه هلاک نکن، چه شده؟ دیروز به خانه قاضی رفتم، به دست و پایش افتادم که دست از سرمان بردار، چوبم زدم. الهی بمیرم. خدایا مگر ناله مظلومان به گوش تو نمیرسد؟ من و یوسف یکدیگر رو دوست داریم، دیگر چه تقصیر داری؟ بگذار قاضی من رو بزنم، بگذار من رو بکشم، اما خدا این محبت تو رو از دلم بیرون نکنه. من زن قاضی نمیشوم. بیا با هم فرار کنیم. فرار کنی؟ آره. نمیشود. مردم چه میگویند؟ مادرم چه خاکی بر سرش بریزد؟ پس چه کنیم؟ همچو حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیدم که من تو یتیمی، فقیری، بی چیزی. روزی 1000 بار از خود میپرسم آیا من مقصرم؟ تو کیستی؟ چطور ملایمان را نشناختی یوسف؟ خواجه حافظ همین بزرگوار هستند.
خاج‌حافظ شما این عاشق با وفا را مرگ هم نمیتواند از محبوبش جدا کند. با آن مرد چوپان نگاه کنید، هر روز عاشقانه با محبوبش در این صحرا به نجواست. منم هر روز میام تو بیابونها سر قبر نگارم، سنگشو میبوسم و برایش میزنم. دو دل که هم دیگر را دوست داشته باشند به هم میرسند. من میگویم از دست دایی سر به صحرا بگذاریم و بگریزیم. شیرین نمیآید، من چه کنم؟ حق با اوست. فرار کردن کار را درست نمی کنند. اما شما نگران نباشید، من همین الان شما را به عقد هم در می آورم. بروید و خوشحال باشید. هر کس هم از شما چیزی پرسید بگویید این کار خیر را حافظ سبب شد. از وقت خوشحالی است، باید خوشحالی کنیم. های 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 دل تنگ من، های 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 دل تنگ من، پیش دوست شده ننگ من، ره کجاست جانم ره کجاست های ننگ من، ره کجاست های ننگ من، ره کجاست های ننگ من، ره کجاست های ننگ من. اما میترسم شما را بزنن، بکشن. پای یوسف رو ببینید. نه ترس دخترم، هر چه بلا در این کار است همه را من به جان میخرم. هر آنچه گفتم شما نیز تکرار کنید. پاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، فاشو میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاشو میگویم و از گفته خود دلشادم، فاشو میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. بگو کجاست دختره؟ من اینجا نشونشونو گرفتم. بگو کجاست؟ پدر جان، شیرین تو اینجا چه میکنی؟ مرحبا مرحبا. از شیرین تویی؟ خب بگو بدانم چرا یک ماه تو گاه به گاه مرا بیخواب میکنی؟ میدانم تقصیر از تو نیست، تقصیر از این منافق نادان است. والا میدانم که روح تو برای من پرواز میکنه. باید ناخنهای کاکا اسماعیل رو بگیرم تا بقیه حساب کارشون رو ببرم. این کیست؟ این همان یوسف است که دیروز آمده بود تا شیرین را با او التفات کنید. یوسف؟ همون تخمه به حرامی که دادم ناخونهاش رو گرفتن؟ این که ما دارد راه میرود. قربان ایراد از من نیست، از ناخونگیرهای شماست. ای ناخونگیرهای پدر سوخته، اصلا بزنید اون را، بزنید اون را. جناب دایی، آیا شهر مطهر اینگونه حفظ میکنید؟ بله شما بزن، من شرح مطهر رو حفظ میکنم. البته حفظ این وظیفه دینی منه. جناب دایی، بنده همین الان این دو جوان را به عقد هم در آوردم. تو مگر طلبه این شهر نیستی؟ مگر نمیدانی وقتی دختری رو به حواله نکاح در بیاورند اول باید بپرسم دایی از او خواستگاری کرده یا نه؟ بله میدانم، شما دختر را میخواهید اما دختر شما را نمیخواهد. عیاذ بالله، مگر چنین چیزی ممکن است؟
دخترهای دنیای دون که سهلن، حوری های بهشت هم در انتظار منم. جناب دایی خواهش میکنم شهر مطهر را اینطوره حفظ نکنی. تو همونی، شناختم تو همونی. الان شهرگت رو پاره میکنم. من تا این آدم رو نکشم آروم نمیگیرم. بکشید او را. دست نگه دارید. تو که هستی؟ تو هر کی باشی ناچار فرمان بردار و خدمتگزار من. از مردم بیگناه دست بردارید. مگر نشنیدی؟ نخون خاطرات شد. بیا اجالتا چند سیلی به گوشت بنوازم تا من رو بهتر بشناسی. $100 باشیم. شناختی؟ بله، کدام احمقی است که نفوذ و قدرت شما رو نشناسه. دل مؤمن با خدا باشه خدا هم کمکش میکنه. من الان محتاج به کمک شما بودم که حافظ رو به فتوای من به قتل برسونم. تقصیراتش چه بودم؟ شما اجازه گردنش رو بزنید، من بعدا تقصیراتش رو به تشریح و تفسیر برای شما شرح خودم همه چیز را دیدم و شنیدم. خب الحمدلله اینجا بودید و مستحضر شدید که من آمدم شرعاً این مطهره رو از گیری قلدرها نجات بدم. شهر مطهر را اینگونه حفظ میکنی؟ بله، همین مطهره رو از گیری گردار خلوفتر نجات بدم و ببرم. این دختر و این پسر همدیگر را دوست دارن، عقدشان هم بسته شده. شقاوت خداوند از روز ازل نصیب هر کس کرده که با من به بهشت نمیاره. جناب دایی این دختر الان در بهشت عشق است. تو کافر به اون دنیا اعتقاد نداری؟ بکشید او را. دست نگه دارید. تو دیگر قاضی نیستی. همین امروز که جناب صاحب عیار فهمیدن از حاکم الله رشوه گرفته ای معزولت کرد. من معذور شدم. خدایا شکر. مگه میخوای خدایی نکرده با اون همه عظمت دعا کنم سنگ بشی؟ اگر می توانستی همچین دعایی بکنی تمام کوه ها را طلا و هر چه آدم روی زمین بود باید دختر می شدن و به خانه تو می آمدن. من که رشوه نمیدونم، من فقیرم. بیا به من کمک کن. 100 دینار میدم کارم درست کنم. 2000 درهم را به خزانه برگردان. 2000 درهم از کجا بیارم؟ مگه شما به بهشت و جهنم اجابتی نداری؟ مگر نمیخوای شما رو به بهشت ببرم؟ همین 2000 درهم کافی است، به خزانه برگردان. یعنی چی؟ آقا چه کنم قربان؟ ببندیدش. بابا من که رشوه نمیگرفتم، به من میدادن، به تو هم بدم میگیری. امیدوارم منو ببخش. این پولها متعلق به شماست. شما بدی نکردید که من ببخشم. خدا به شما خیر بده. این پولها را به یوسف و شیرین ببخش. جناب صاحب عیار وارد می شود. به به جناب دایی، گهی پشت به زین و گه زین به پشت. جناب صاحب عیار امری که فرمودید اطاعت شد. بسیار خوب. مردیم از بس عقل دختران را. اجازه بده این دختر و پسر رو به فرزندی قبول کنم. شما فرزندان منید. هرچه در این باغ هست و مطلسی از آن شما. منو خدا مأمور کرده که خواهش این فرشته رو اجابت کنم. هرچه داریم از اوست. یا خواجه مرا به اجابت بپذیر. چه کنم که در دو دنیا دستگاه باشم؟ خدا عمرت دهد. با الهام ربانی دریافتیم که رستگاری در نیکوکاری است.
خواجه قمری دوران حکومت آل مظفر فرزند آدم بود در دام بلا. قرآن خواند در محضر شاه شجاع، شاهی که پدر خیش را با میله گداخته کشت. آری حافظ در زمان حکمرانی مظالم ایران خون دلها خورد. در زمان حمله مغول‌ها به دنبال یارانی میگشت تا از ایران دفاع کنند، اما یاری نبود. خود گوید یاری اندر کس نمیبینم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود، اما در جوانی دور از هیاهو و پیکار فقط به عشق و مردم می اندیشید. خود گوید حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت طایر عشقش به شوق اشتیاق افتاده بود و همین نظم پریشان بود که سرسلسله سربداران را بنا نمود. لطفاً نیت بفرمایید. حالا از کوچکترین بازیگر نمایشمون خواهش میکنم که برای شما فال بگید. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. سالها دل طلب